توی این ویدیو میخوام تمام کتابایی که دارم میخونم رو بهتون نشون بدم. به شبگوی خوش اومدید. خب من 3 تا ردیف کتاب دارم اینجا کنارمه، یه دونه روی میزه و یه دونه همین کنار. قبلا هم گفتم 30-40 تا کتابو دارم موازی خوانی میکنم. اول بگم که چرا اصلا دارم اینجوری میخونم. یکی از دلایلش اینه که نویسندم، اینم باز قبلا گفتم، و باید بیشتر بدونم توی موضوعات مختلفی کتاب بخونم و نیاز دارم اطلاعات مختلف وارد ذهنم بشه. یکی از دلایلش اینه. یکی دیگهش اینه که احساس میکنم کم کتاب خوندم و واقعا هم کم به نظرم کتاب خوندم، نمیدونم خیلی چیزا رو باید یاد بگیرم. این آتشه باعث میشه که کتابای مختلف رو برم سراغش. دلیل بعدی اینه که دوست دارم، یعنی خوشم بیاد که چند تا کتاب با هم بخونم، حس خوبی بهم میده. و اینکه یادم میره یا نه یادم نمیره. من الان یه سری کتاب هست که خب وقتی تعداد کتاب زیاد میشه هی من میخونم، یه دونه کم میشه، دوباره یه دونه دیگه میاد. یه سری کتاب از قبل مونده و حالا مثلا 200-300 صفحه‌شو من خوندم، دوباره وقتی بعد چند وقت میرم سراغش میدونم کجا داستان بوده یا کجا قصه بوده. حالا به ترتیب کتابا رو میگم چون خیلی زیاده. یه توضیح کوچولویی میدم که چی ان و تو چه فضایی ان و میریم کتاب بعدی. کتابی که به تازگی اخیراً شروع کردم آخرین وسوسه مسیح. بعد اینکه فیلمشو دیدم، فیلمشو مارتین اسکورسیزی ساخته و خیلی فیلم خفنی بود. من خیلی خوشم اومد به دلایل خیلی مختلفی و من الان 100 صفحه‌شو خوندم. رمان خیلی جذابیه، رمان ممنوعه است، سال‌ها چاپ نمیشه تو ایران دیگه و از نویسنده یونانیه، نیکوس کازانتزاکیس. اسم سختی داره. یه نگاه جدیدی به زندگی مسیح، نه اون چیزی که ما شنیدیم، حالا چه روایت اسلام چه اون روایت مسیحی که انسانه و تردید داره، شک داره، دچار وسوسه میشه و مطمئن نیست که داره چی کار میکنه. یه تصویر این شکلی از مسیح داده و یه خدای دوگانه‌ای که توی فرقه‌های گنوسی و اون افکار گنوسی مسیحی ما شاهدش هستیم. اینجا ما هم یه همچین خدایی رو میبینیم. رمان خیلی جذابیه و من واقعا دارم لذت میبرم از خوندنش. یه کتابی که خیلی وقت درگیرشم و میخونمش، 146 صفحه‌شو خوندم. کتاب فوق‌العاده قهرمان هزار چهره از جوزف کمبل. فوق‌العاده است، یعنی اگه به اسطوره علاقه دارید این کتابو باید بخونید. البته که اگر آشنایی با اساطیر ندارید نه. اگه کتابایی که مثلا راجع به اسطوره‌های ملل خوندید و یه مقداری 7-10 تا کتاب خوندید، این کتاب خوبیه چون متن شبیه متون کتابای دانشگاهیه، یه ذره سنگین و سخته. و جوزف کمبل هم که یه بار دیگه توی ویدیو دیگه که کتاب الهه هاش بود، الهه ها رو ازش معرفی کردم، گفتم یه جورایی پدر معنوی جورج لوکاسه، کسی که استار وارز رو ساخته و استار وارز کاملا بر اساس ایده های جوزف کمبل ساخته شده. اون سفر قهرمان هم اگر با نویسندگی آشنا باشید ایده جوزف کمبله. خیلی کتاب خوبیه و خیلی حتی به باعث شناخت خود شخص میشه موقع خوندنش. اون ایده اصلیش اینه که اسطوره‌ها شکل‌های مختلف دارن، به شکل‌های مختلف ظاهر میشن در ملل مختلف، ولی یه حرفو دارن میزنن. اگر اشتباه نکنم بر اساس چیزایی که ازش خوندم یه جورایی به تفکرات یونگ نزدیکه. این نشر گل آفتابه اینو چاپ کرده. خب یه دونه از این رفتم، یه دونه از این، حالا از این یکی ستون کتاب میرم. اینم باز یه کتاب اسطوره‌ایه، اساطیر خاورمیانه، درس گفتارها، عباس مخبر. این کتابو جمع آوری کرده. اینو 36 صفحه ازش خوندم. و اساطیر بین النهرین و همین خاورمیانه، سومر، بابل، کنعان، یهود، مصر، هیتی و اینکه
چرا من اینو دارم میخونم؟ همونجوری که اشاره کردم مینویسم، یکی از رمانایی که دارم مینویسم الهام گرفته از اساطیر سومریه و این بخش سومریش برام جالبه و جذابه. این هم کتاب خیلی جالبیه. این کتابو نشر مرکز چاپ کرده. کتاب بعدی تلماسه، شاهکار فرانک هربرت، که خب اونایی که مقداری با ماجرای تلماسه و نوشتنش و اینا آشنا باشن میدونن که سالها، برای فکر کنم 9 سال قبل از اینکه نوشته بشه، روی دنیاش و همه اون دنیا سازیش کار کرده و خودش هم نتونسته کتابو کامل تموم کنه. یعنی فکر کنم 6-7 جلد که نوشته بعد فوت میکنه و پسرش و دیگران ادامه میدن. علمی تخیلی خیلی خوبیه، دنیا سازی خیلی عمیقی داره، خیلی راجع به حکومت، راجع به سیاست، به خصوص راجع به مذهب و تأثیری که مذهب میتونه توی کنترل مردم داشته باشه و اینکه سیاستمدارا و حکام چجوری از دین استفاده میکنن تا مردم رو فریب بدن و در اون جهتی که دلشون میخواد اونا رو پیش ببرن. این کتاب خیلی روی این تاکید داره و برام جالبه که من اینو اول فیلمش رو دیدم. خیلی رمان شبیه فیلمه و فیلمو خیلی خوب ساختن، هرچند که اونایی که فیلم میبینن و رمان یه فیلمی رو میخونن متوجهن که خب تو رمان خیلی جزئیات بیشتری هست و اینجا هم من شخصیت پول خیلی بهتر ما متوجه میشیم چی داره بهش میگذره. خیلی رمان جذابیه. رمان راجع به یه خاندانیه که مجبور میشن برن به یه سیاره دیگه‌ای و یه سیاره بیابونیه و حکومت اونجا رو به دست بگیرن و این یه جور پاپوش و یه جور طلسم برای این خاندان تا یه جورایی مثلا تو اون بازی قدرت حذف بشن. و ما یه شخصیت مهمی داریم که پوله و انگار که قراره یه منجی باشه و پیشگویی شده که این قراره اون سرزمین و اون سیاره رو نجات بده. کتاب بعدی که به تازگی شروعش کردم برادران کارامازوف، نشر مرکزش رو من دارم و انقدر از این کتاب شنیدم، نیچه ازش میگفت، نمیدونم تو یوتیوب میدیدم ازش حرف میزنن، کامو ازش میگفت و تو اون کتابا که خوندم و اون جایی که دیدم واقعا برام جذاب شد که این کتابو بخونم به خاطر اون مسائل روانشناختی و فلسفی و دینی که توی این کتاب هست. من اینو الان 100 صفحه‌ش رو اگه اشتباه نکنم خوندم، 96 صفحه و تو هر صفحه خیلی متن زیادی داره و واقعا ریزه و خیلی سخت پیش میره. ماجرای 3 پسر و پدرشون و چالشای اینا، بیش از این خیلی نمیشه گفت، چون داستایوفسکی تا اونجا که من خوندم الان به اون معنا بگی پلات خاصی مثلا اوایل قصهش داره نیست و معروفه به زیاده گویی و اینا، ولی موقعی که اون زیاده گویی ها بی دلیل نیست، یه جا جواب خیلی خوبی ازش میگیرید وقتی میخونید. اینو من تو یادداشت‌های زیرزمینی قشنگ باهاش مواجه شدم و حسش کردم. کتاب دیگه که از جوزف کمبل دارم میخونم، اینو نمایشگاه خریدم، خیلی کتاب خوبیه، 162 صفحه‌شو خوندم، نقاب‌های ایزد اساطیر غرب که نشر چرخ اینو چاپ کرده و ترجمه مانی صالحی علامه است. خیلی کتاب خوبیه اگر اسطوره شناسی رو دوست داشته باشید، اساطیر براتون جذاب باشه. چند بخش داره، عصر ایزدبانو که من راجع به این ایزدبانو و ایزدبانوی مادر توی اینستاگرامم یه سری استوری رفتم و هایلایتشون کردم. بخش دوم عصر قهرمان، بخش سوم عصر سنت ها و ادبیات ممتاز و بخش چهارمم عصر ادیان بزرگ. از اون ابتدای زندگی بشر شروع میکنه و میاد. من الان فکر کنم بخشی هستم که رسیده به تورات و اساطیر یهود و خیلی
جذابه برای هر کسی که مینویسه یا علاقه داره به اساطیر جهان. جالبی این کتاب اینه که خیلی به ایران و ما اشاره داره. حتی اون ابتدای کتاب اگه اشتباه نکنم اشاره داشت به این که اصلا جمله اول مقدمش فلات ایران مرز جغرافیایی شروع میشه و راجع به ایران اولش و خیلی اشاره داره به ایران. جالبه. کتاب بعدی نشر چشمه است از کارمک مکارتی. یکی از چیزایی که اینجا میتونم بهش اشاره کنم اینه که من چجوری میرم سراغ کتابا. برای برادران کارامازوف گفتم من معمولا مثلا یه نویسنده برام جذاب میشه افکارش یا یه تعاریفی ازش میشنوم، بعد هی میرم میبینم که خب چیه این، چی گفته، ویدیو راجبش میبینم، یه سری چیزا میخونم، بعد میرم سراغ اون نویسنده. یعنی مسیر انتخاب کتابم این شکلیه و اون داستانا و حاشیه هایی که حول محور یه نویسنده یا یه تفکر یا یه رمان و کتاب هست برام جذابه. اینو من خیلی ازش تو یوتیوب میدیدم، یوتیوب انگلیسی، و چندین ویدیو ازش دیدم. بعد برام جالب شد، گفتم بذار ببینم چیه و چه کتابایی ازش چاپ شده. بر اساس اون ویدیوهایی که ازش دیده بودم میدونستم که چالشیه. پس اول 2 تا فیلم ازش دیدم. فیلم جایور پیرمرد نیست که واقعا میشه گفت از شاهکارهای هالیووده، و فیلم جاده که اونم خیلی خوب بود. واقعا میخواستم فضای فکری اون نویسنده دستم بیاد. میدونم که خب ممکنه تغییر بکنه رمان و فیلم، ولی میخواستم بدونم چی نوشته. بعد خیلی برام جذاب شد و اول نصف النهار خون رو ازش خوندم که الان دوباره دارم میخونمش برای بار دوم، و اینو شروع کردم که اینو 100 صفحه ازش خوندم. اینم خیلی فیلم خوب در آوردن، خیلی شبیه اونه. یه سبک خاصی داره نویسندش، خیلی جزئیات خاصی رو به کار میبره. حتی سایه سنگ ها رو مثلا توی رمانش میاره و یه نوشتار خاصی داره، دیالوگایی که مینویسه و نوع چیز خیلی اختصاری و خیلی از مثلا ویرگول و اینا استفاده نمیکنه، برای همین خیلی عجیبه کتابش. خیلی به داستان‌های انجیلی اشاره میکنه، خیلی از خیر و شر استفاده میکنه و یه جورایی انگار این کتاب ادامه نصف النهار خونه و شخصیت منفی این کتاب منو یاد اون میندازه، جاج هولدن و شیگور توی این کتاب. یه جورایی این شخصیت ها نیروی طبیعتن، انگار فراتر از یه شخصیتن و یه نیروان، مثلا مثل مرگ، مثل شر، مثل پلیدی. خیلی جالبه. ماجرای مردیه که اتفاقی یه پولی رو پیدا میکنه که پول کثیفه، پول مواد و ایناست، و این براش دچار دردسرای عجیب غریب میشه. این باعث میشه که دچار دردسرای عجیب غریب بشه و وسترن، یه جور اون کلیشه های وسترن رو شکوندن. ما کلانتر داریم، قهرمان داریم و یه مثلا مثل خوب بد زشت اونجوریه، ولی همه اینا رو اینجا شکونده این نویسنده. یه کتاب دیگه که یونگیه و روانشناسیه، خیلی تازگی شروع کردم بخوندنش و 24 صفحه خوندم، ولی خیلی خط کشیدم و خیلی عمیق بود و سخته، چون که از اسمش مشخصه، ملاقات با سایه. اگه با روانشناسی یونگ آشنا باشید میدونید که سایه چیه. قدرت پنهان نیمه تاریک سرشت انسان، و این مواجهه با این سایه و اینا خیلی سخته برای آدم درکش و اون تحلیلش که چه اتفاقی داره میفته. یه جمله خیلی مهمی از یونگ اولش نوشته: تا زمانی که درباره مسئله‌ای به آگاهی نرسیم، آن مسئله مدام به شکل سرنوشت در مقابل ما ظاهر خواهد شد. تا اینجایی که من خوندم و حالا آشنایی دارم با سایه و اینا، مسئلهش اینه که اگه ما با سایه‌مون روبرو نشیم، اگر این مسائل رو حل نکنیم تو وجود خودمون، همیشه درگیر یه چرخه‌ای هستیم و نمیدونیم داریم چه جوری زندگی میکنیم. خودآگاه زندگی نمیکنیم. خودآگاه زندگی
نمی کنیم، ناخودآگاه زندگی می کنیم. کتاب جالبیه و به نظرم نیاز هر کسی یه نگاهی حداقل بهش بکنه. این ملاقات با سایه نشر میلکان چاپش کرده. کتابی که من بارها خوندمش از نوجوانی، از 15-16 سالگی، سیلماریلیون از تالکین و نشر روزنه است. تاریخ دنیای ارباب حلقه هاست و خیلی جذاب، نقشه داره، خاندان‌های مختلف چجوری از زمان آفرینش شروع میکنه که چه شکلی این دنیا آفریده شده، به نوعی مثلا شیطان اون جهان که خیلی فراتر از سارونه. اگه خونده باشید میدونید سارون تنها یه افسر این موجوده که مورگوت اسمش، و اینکه مورگوت چی کار میکنه، الفا چجوری به وجود میان، انسان‌ها، نمیدونم کوتوله ها، همه اینا رو بررسی میکنه و خیلی داستانه جذاب و جالبی داره. متن خیلی جالبی داره، ترجمه‌اش هم من دوست دارم، ترجمه خیلی خوبیه. اونایی که ارباب حلقه ها رو دوست دارن و کلا فانتزی دوست دارن یه کتاب خیلی فوق‌العاده است برای اینکه بیشتر دنیای ارباب حلقه ها رو بشناسید و بدونید پشت اون اتفاقایی که میفته چیه. این فکر کنم تا اون رمان آلبر کامو که نشر چشمه‌شو من دارم، اینم به تازگی شروع کردم، 24-25 صفحه ازش خوندم. جالبه، یه بیماریه که داره شیوع پیدا میکنه و یه دکتری بود اگه اشتباه نکنم شخصیت اصلی، حالا گویا نمادی از فاشیسمه، حالا باید بخونم بدونم دقیقا چی میخواد بگه. فکر کنم 5مین کتابیه که از کامو من دارم میخونم. کتابی که من همیشه میام سراغش تأملات مارکوس اورلیوس از نشر ققنوسه و همونجوری که میبینید علامت زدم و چند تا ویدیو قبلتر 10 تا جمله تکان دهنده از این کتابو خوندم، میتونید برید اون ویدیو رو ببینید. خیلی رو زندگیم تاثیر گذاشت، خیلی باعث شد یه سری چیزا رو بپذیرم و توی جای سختی از زندگی به کمکم اومد این فلسفه رواقیگری. توی اینستاگرام خیلی ازش ریلز گذاشتم. اولین کتابیه که از رواقیگری خوندم و اینکه حرف خلاصه شده رواقیگری اینه که ما فقط میتونیم رو ذهن و فکر خودمون کنترل داشته باشیم، بقیه چیزا خارج از کنترل ماه و بعد بپذیریم که خیلی چیزا توی زندگی ما نمیتونیم مهارشون کنیم، نمیتونیم کنترلشون کنیم و نباید به اونا فکر کنیم و اجازه بدیم اونا روی شخصیت ما و روی اعمال ما تأثیر بذارن. کتاب کوتاهیه ولی نمیشه سریع خوندش و نباید سریع خوندش، تأملات اسمشه. مارکوس اورلیوس این کتابو یادداشت‌های روزانه‌شه و قرار نبوده چاپ بشه، برای همین یه صداقت خاصی داره و ما یادداشت‌های یه شخصی رو داریم می‌خونیم. رهبرای بزرگ دنیا، آدمای بزرگ دنیا همه یه نسخه از این کتابو کنار خودشون داشتن، قبل خواب می‌خوندن. من این کتابو 1 سال طول کشید بخونم با اینکه 192 صفحه است، ولی خب خیلی بهش فکر می‌کردم، خیلی عمیق می‌شدم توش و برام تکان دهنده بود. تأملات. دوباره برگردیم به فانتزیا. با اینا احتمالا متوجه میشید سبکی که من میخونم تو فانتزی چیه و چه جور کتابایی دوست دارم. ماجراهای لاک لامورا، دروغ‌های لاک لامورا، اسکات لینچ، اینو 144 صفحه ازش خوندم. و اینکه اگه داستانهای هایست دوست داشته باشید، اینکه یه گروهی جمع میشن یه مأموریت غیر ممکنی رو میخوان انجام بدن، اینو خوشتون میاد. اگه مهزاد رو دوست داشتید اینو احتمالا خوشتون میاد، چون که یه همچین چیزیه، یه گروهی هن که میخوان یه کاری رو انجام بدن، شخصیت جالب و به یاد موندنی داره، دنیای دارک و جالبی داره و کتاب خیلی جذابی. اگه فانتزی میخونید سراغ این کتاب برید، سگانه است. کتاب دیگه که گفتم دارم میخونم، تو چند تا ویدیو قبلتر تو ویدیو شاهکار ازش صحبت کردم که چرا شاهکاره، نصف و نهار خون، کورمک مککارتی. اینو الان 30 صفحه اینطورا ازش خوندم ولی یه بار کامل خوندمش و میشه گفت از شاهکارهای ادبیات آمریکاست. نویسنده خیلی بزرگیه،
این کتاب دیگه میشه اون اوج کارش به نظر خیلیا. راجع به شخصیت بینامه به اسم پسر که یه نوجوان 14-15 ساله است، از خونه فرار میکنه و میره و با گروه‌های مختلف همراه میشه و یه سری کارهای خشونت‌آمیز انجام میده. کتاب خیلی خشنیه، خیلی دارکه، نیاز داره که از فلسفه اطلاعات داشته باشید، اطلاعات مذهبی داشته باشید از ادیان مسیحی و یهودی و راجع به سرشت شر و اینکه شر چه تأثیری داره تو زندگی انسان و اصلا انسان چرا یه سری کارها رو انجام میده است. نمیشه خیلی گفت چجوریه، ولی یه شخصیت معروفی داره، قاضی هولدن، که جزو به یاد موندنی ترین ویلنا و شخصیت منفی تاریخ ادبیات و کلا شخصیت منفیه. یه موجود عجیب و غریبیه که قد بلندی داره، پوست سفیدی داره، هیچ مویی نداره، همه چی بلده، علم و دانش داره، فلسفه میدونه، از ادیان خبر داره. خیلی آدم عجیب و غریبیه که به باور خیلی اصلا آدم نیست توی این قصه و یه موجود دیگه. یه حالا کلی تئوری راجبش هست که کیه و چیه. این من برای بار دوم دارم میخونمش. ترجمه آقای یزدانی، مجید یزدانی و نشر چشمه چاپش کرده. من از نیچه خیلی کتاب دارم میخونم و حالا کم کم میاد کتابات نشون داده میشه. حکمت شادان از نیچه که 158 صفحه شو خوندم. اگه نیچه رو خونده باشید غیر از چنین گفت زرتشتش بقیهشون همش آفوریزمه، اگه اشتباه نگم، یه جورایی کلمات قصار یا کلمات کوتاه و جملات کوتاه و خیلیش به هم ربطی نداره. مثلا نگاه کنید این چند خطه بعد میره بعدی و قبلیش هم همینجوریه. راجع به موضوعات مختلفه. این کتاب حکمت شادان و سپیده دم یه جورایی مقدمه این برای کتاب چنین گفت زرتشت و اگر میخواید اونو بخونید، علاقه دارید که حتما اونو بخونید، سریع برید سراغ اون کار. اول این و سپیده دم رو بخونید که خود نیچه حکمت شادان رو میگه پس از سپیده دم و قبل از چنین زرتشت قرار میگیره و اینکه یه جورایی تفسیر کتاب که قبل خود کتاب نوشته، تفسیر چنین گفت زرتشت حکمت شادان. این نشر جامیه، من از نشر جامی دارمش و خیلی دوست دارم این کتاب و کلا تفکرات نیچه رو خیلی خوشم میاد. یه فانتزی دیگه که دارم میخونم که فوق‌العاده است، نخستین قانون تیغ شمشیر، که ازش 388 صفحه خوندم. نمیدونم بگم راجع به چیه، چون که بیشتر شخصیت محوره، خیلی شخصیت محوره و پلات خاصی تا اینجا من نمیتونم بگم که موضوع چیه و چه پلاتی داره. و اینکه شخصیت‌های به یاد موندنی داره که حک میشه توی مغزتون. یه لوگن نوهنگشتیه که یه جنگجوی وایکینگی طور وحشیه که تو جنگلاست با یه سری موجودات داره میجنگه و مثلا دوستاشو از دست داده توی نبرد، اونو دنبال میکنیم. که توی سرزمین‌های شمالی و برفیه. یه شکنجهگر حکومته که خیلی عجیب و غریبه، دندوناش رو از دست داده، پاش میلنگه و خیلی شخصیت خاصی داره، اونه که خیلی دارکه. و یه پسر جوون که داره آماده میشه توی ارتش کار میکنه و برای مسابقه‌ای داره آماده میشه، مسابقه شمشیر زنی. شخصیتاش خیلی وزن دارن و خیلی جذابن. میتونم اینو بگم به صورت خلاصه و خیلی کتاب خفنیه. اگه فانتزی میخونید برید سراغ این کتاب. خب این کتاب که هیچی هنوز شروعش نکردم، دوباره بریم سراغ نیچه. فراسوی نیکوبت فکر کنم دومین کتابی که از نیچه شروع کردم این بود. حالا اینو من ازش 128 صفحه خوندم. اینم نشر جامیه. درآمدی بر فلسفه آینده، اگه اشتباه نکنم بعد چنین گفت زرتشت اینو نوشته
و اینکه همین ایده فلسفه آینده، فلسفه برای آینده و نقد مدرنیته در غرب و نقد غرب اون چیز کلیش، و همونجور که تو خیلی از کاراش هست از اخلاق رو نقد میکنه، دین رو نقد میکنه، سراغ هنر میاد، سراغ ادبیات میاد، خیلی حرفای مختلفی میزنه. من چجوری شروع کردم نیچه رو؟ اول اومدم سراغ چنین گفت زرتشت، یه ذره که خوندم اینا اصلا نمیفهمم، یعنی متوجه نمیشم. الان میگم اینا رو میفهمم، بعضی موقع چندین بار میخونم دیگه، حالا متخصص فلسفه نیستم، فقط علاقه دارم و یه برداشتای خودم ازش دارم. اونو که خوندم فهمیدم که نباید برم کتاب دیگه شو بخونم. غروب بت‌ها رو اول خوندم، بعد دجالو و این کتابایی که حالا الان اینجا هست، و متوجه شدم که دوباره اومدم سراغ چنین گفت زرتشت، دیدم داره چی میگه، تازه قابل فهم‌تر شد. این کتاب هم اگه نیچه میخونید میتونید برید سراغش. کتاب بعدی از نشر ویدا، وارکرافت، این سگانه نبرد باستانیان جلد دومشه. اونو خوندم. کلا آرتاس رو خوندم، طلوع هورد رو خوندم، شب اژدها رو فکر کنم خوندم، چند تاشو خوندم، 5-6 تاشو خوندم، اینو خوندم و کلا وارکرافت رو خیلی دوست دارم. نوستالژی بازیشو نوجوان بودم میکردم، ورد آف وارکرافت و دوتا و اینجور چیزا. این جلد دومشه و 248 صفحه‌شو خوندم. ماجرا چجوری بگم اسپویل نشه، اولم جلد دومشه. اگه وارکرافت رو دوست دارید، ایلیدن رو دوست دارید، اون برادران استورم ریج و خوشتون میاد، یه اورکی هست توی این رمان که خیلی خفنه، براکسیگار، از دنیای جادویی و نژادهای مختلف و نبردهای باستانی عجیب و غریب با شیاطینی که دارن میان به یه دنیای حمله کنن خوشتون میاد، سراغ وارکرافت برید. برای اونایی که میخوان فانتزی بخونن این دوستانه تر نسبت به اون یکی ها، تیغ شمشیر و لاکلامور و اونای دیگه سنگین تر، این سبکتر، میتونید از وارکرافت شروع کنید و کلی از کتاباشو نشر ویدا زده، خیلی جذابه. خب این کتاب دومین کتابی بود که از رواقیگری من شروع کردم خوندم، جانهای رواقی به اسم روزنگار رواقی، هم نشر میلکان چاپش کرده. این از نشر کتاب پارسه است. باید ببینید ترجمه کدومشون از نظرتون بهتره. خب اینو من یه بار کامل خوندم، ولی برای ریلزا اینستاگرام هم دوباره میام سراغش، نگاه میکنم، میخونم و هر چند وقت یه بار بهش مراجعه میکنم. روزانه، یعنی هر روز یه مفهوم رواقی رو میگه و یه داستان و یه توضیح هم زیرشه، برای اینکه در طی مدت زمان یه سال در خودمون تغییر واقعی ایجاد کنیم، نه از این افکار مثبت و چیزایی که تو کتاب‌های زرد هست، از اونا نه، تغییر واقعی تو زندگیمون ایجاد کنیم. این کتاب خیلی خوبیه. به ترتیب از ابتدای کتاب خب مفاهیم ساده تری رو مطرح میکنه و هرچه به انتهای کتاب میره سخت‌تر میشه و غیر قابل درک‌تر شاید بشه گفت، نمیدونم، راجع به سرنوشت و مرگ و یه سری چیزاست که سخت‌تر پذیرشش، از اونا صحبت میکنه. رایان هالیدی که معروفه راجع به رواقیگری، خیلی توی یوتیوب و اینا حرف میزنه و کتاب نوشته. یه کتابی که تو فضای گوتیک دارم میخونم، رمان دراکولاس، برام استوکر، نشر ققنوس چاپ کرده. این یه مجموعه سیاهه که توی صفحه اسکای بوکیش هم میتونید راجبش ببینید که بیشترش رو راجبش صحبت کرده و نشون داده. اینو من 105 صفحه‌شو خوندم. ماجرا دراکولاس و اینکه به صورت نامه است، نامه‌نگاری بین اون شخصیت اصلی و نامزدشه که میره توی قلعه عجیب و غریبی و اونجا یه کسی زندگی میکنه که متوجه میشه یه موجود ماوراییه که همین دراکولا هست و میبینیم که دراکولا قدرتایی داره که ما انقدر یه فیلم ها و داستانه ومپایری اومده نمیدونیم خود دراکولا چیه. این اون اصلی است، ببینیم که چیه و چه قدرتایی داره. خیلی جالبه، خیلی جذابه. اگه داستانه ترسناک و گوتیک دوست دارید، ادبیات گوتیکو، این رمانو پیشنهاد میکنم. رمان دیگه ای که خیلی وقت دارم میخونمش، 60 صفحه‌شو خوندم، 1984.
دیگه مشهور جورج اورول و این نشر ماهیه. یکی از چیزایی که باید دقت کنیم اینه که کتابی که میخریم، خب خیلی از این کتابا مشهورن، نشرای فیک و بی‌کیفیت چاپ کردن یا ترجمه رو دزدیدن. از نشرای خوب بگیریم کتاب، نشرایی که شناخته شدن، بپرسیم از کسایی که میدونن. نشر ماهی خوبه، چند تا نشر دیگه هم میدونم زدن. از نشرای معتبر بگیریم. راجع به یه دنیای خیالیه، یعنی زمان خیالی سال 1984 که توی یه حکومت توتالیتر و یه شخصیتی رو دنبال میکنیم که توی حکومت کار میکنه، کارمند دولته و کم کم براش یه سری سوالا و یه سری شک‌ها به وجود میاد که اصلا چرا اینجوری زندگی و دنیا. کتاب خیلی خوبیه، از رمان‌های فلسفیه که باید اونایی که به این مسائل علاقه دارن حتما بخونن. دوباره برمیگردیم به رواقیگری، چگونه آزاد باشیم، از اون نشر چرخه که زیر مجموعه چشمه است. راهنمای باستانی زندگی رواقی، نوشته اپیکتتوس، یکی از فلاسفه رواقیه که خودش برده بوده و بعداً آزاد میشه. خیلی تاکید رو همین آزادی داره. اگر علاقه دارید به اینکه تو زندگی قدرت بیشتری داشته باشید، قوی تر باشید، تحمل بیشتری داشته باشید، رواقیگری خیلی میتونه بهتون کمک کنه. این کتاب کوتاهیه و نوشته های خود اپیکتتوسه. کتاب خیلی خوب و جذابیه. یه رمان روانشناختی اگه درست بگم از یالوم، مسئله اسپینوزاست که دارم میخونم و 60-70 صفحه اگه اشتباه نکنم ازش خوندم. آره، 2 تا روایت داره. یکی زمان هیتلره، یعنی قبل هیتلره، یکی از این شخصیتایی که توی جنایتایی که اون زمان انجام شده بوده دست داشته و اینکه نشون میده که اون خودش چه نگاهی به اسپینوزا داشته. اسپینوزا یه یهودی بوده و تو مدرسه یه سری حرفا میزنه اون شخصیت و اینا. و یکی هم زمان خود اسپینوزا، زندگی اسپینوزا رو نشون میده. تو این 2 تا بازه زمانیه خیلی راجع به خدا و اینکه خب یه نگاه خاصی اسپینوزا به وجود خدا داشته. من برای این کتابو شروع کردم خوندن که ببینم چی میگه. یه کتاب دیگه که از نویسنده خوندم وقتی نیچه گریسته که خیلی جذاب بود برام، خیلی خوشم اومد. اینو قبل اون شروع کردم ولی خب چون کتابا زیاد بود دیگه اون خیلی برام جذاب بود، سریع تمامش کردم. اون یکی کتابش هم دارم که راجع به شوپنهاور، درمان شوپنهاور، اونم دوست دارم بخونم. از نشر قطرس. یکی از چیزایی که خب برای من جذابه اینه که کتابایی که راجع به روان و راجع به رنج و درد و اینجور چیزا، نیلوفر و مرداب از نشر بیتگله. هنر دگرگون کردن رنج ها بر اساس آموزه های بودایی و شرقی. 30-40 صفحه ازش خوندم. کتاب خیلی خوبه، کوتاهیه ولی خب درگیر کتاب دیگه شدم خیلی سراغش نیومدم. کتاب خیلی خوبیه، پیشنهاد میکنم اگر با این مسائل دست و پنجه نرم میکنید، سوال دارید راجع به رنج و درد تو زندگی انسان، اینم کتابیه که میشه بهش فکر کرد. یه رمان گوتیک دیگه که دارم میخونم سایه باد، مجموعه گورستان کتابای فراموش شده، نشر نیماژ. کتاب خیلی جذابیه، خیلی روونه. 400 و خورده صفحه، 420 صفحه ازش خوندم. اگر به کتاب علاقه دارید، خود این رمان باز راجع به کتاب هاست، راجع به یه کتاب خونه ای که کتابای عجیب و غریب توشه، کتابای مثلا خاص و گم شده توشه و شخصیت اصلی کتابی رو میخونه، یه رمانی رو میخونه به اسم سایه باد و براش جذاب میشه که این کیه، کی اینو نوشته، چرا نسخه دیگه از این کتاب نیست. خیلی پیچیده است، شخصیت‌های مختلف داره. کتاب خیلی جذابیه، سطحی نیست، رمان سطحی نیست ولی اون چنان عمیق و حالا فلسفی و اینا هم نیست. خیلی کتاب جذابی بوده برای من. هر دفعه بازش کردم یهو دیدم 50-60 صفحه ازش خوندم. کتاب روونیه و دوستش داشتم.
تعریف ازش خیلی شنیدم، حالا باید بخونم ببینم، مجموعه 4-5 جلدیه، ببینم بعدش چه قضاوتی دارم. رمان خیلی خوب و قابل تأملیه و خوبه که تو کتابخونه‌مون باشه، داشته باشیمش و بخونیمش. کتاب دیگه که از نیچه دارم میخونم، چون میخوام همونجور که گفتم چنین گفت زرتشت رو قشنگ بیام سراغش، سپیده دم، اندیشه های در باب پیش‌داوری های اخلاقی، راجع به اخلاق و ایناست، بیشتر نقد اخلاق. 84 صفحه ازش خوندم، اینم از نشر چرخه. همون سبک کتابای دیگه نیچه است که کلمات قصاریه و هر کدوم یه موضوعی راجع به یه چیز صحبت میکنه و این خودش خیلی هنرمندانه است که در چند خط یا 1-2 صفحه تهش یه موضوع خاصی رو به چالش بکشی، راجع به صحبت کنی. یه جا دیدم که نمیدونم چقدر درسته، یکی از دلایلی که اینجوری کوتاه می نوشته، آفوریسم می نوشته، اینه که خب درگیر بیماری‌های سختی بوده و روزانه ساعت‌ها پیاده روی می‌کرده و اینا رو می‌نوشته. سعی می‌کرده دیگه توی چند جمله اون جوهره مثلا اندیشه‌ش رو بیاره روی کاغذ. کتاب سپیده دم. یه کتابی که خیلی مهمه و جذابه از جان میلتون، بهشت گم شده. این که حالا چرا 2 دارم میخونم، چون جلد 1 کلاً مقدمه است. سرگذشت انقدرشو خوندم خیلی کمه، ولی سرگذشت آدم و حوا و شیطان و رانده شدنش از بهشته و اینکه خیلی روی ادبیات، رو سینما، روی موسیقی، رو خیلی کتابای بعد خودش و ادبیات و اینا خیلی تاثیر گذاشته. برام جذابه. من این فضاها، اصلا هر رمان یا هر کتابی که شیطان توش حضور داره، از زبان شیطان میخواد نویسنده صحبت کنه یا حرف بزنه، برام جذابه. این کتابم خیلی دنبالش گشتم و بالاخره پیداش کردم و دارم میخونمش. بهشت گم شده از ادبیات انگلیسی اگه اشتباه نکنم. کتاب فلسفی دیگه‌ای که دارم میخونم در باب حکمت زندگی، شوپنهاور، یکی از بدبین‌ترین فلاسفه تاریخ که روی نیچه خیلی تاثیر گذاشته و 42 صفحه ازش خوندم. راجع به اینه که چجوری میشه سعادتمندانه، البته سعادت در نگاه شوپنهاور، زندگی کرد. خیلی خط کشیدم، اگه ببینید کلی خط کشیدم ازش. حرفای خیلی جالب و تأمل برانگیزی داره و میخونم من اینا رو. مثلا نیچه خب خیلی جا به مخالف شوپنهاور حرف میزنه یا مخالف رواقیون صحبت میکنه یا اینا ممکنه مثلا با کامو در تضاد باشه، ولی من سعی میکنم آزادانه فکر کنم و ببینم هر کدوم از اینا چی گفتن، اون چیزی که برام جالب، جذابه ازشون بگیرم و بهش فکر کنم، استفاده کنم تو زندگی. اینم کتاب خیلی خوبیه، نشر نیلوفر. اگه فلسفه علاقه دارید و یه مقدار خوندید، میتونید به این کتابم فکر کنید و بیاید سراغش. کتاب دیگه از نیچه، چنین گفت زرتشت، یه بار 40-50 صفحه ازش خوندم، الان دوباره اومدم سراغش بعد اینکه چند تا کتابشو خب هر کدومو نصفشون رو تقریبا خوندم و 2 تا کتاب دیگه هم ازش تموم کردم. 24-25 صفحه خوندم ازش. حالا متوجه میشم چی داره میگه و این کتاب به نظرم باید بذاریم اون آخرا که از نیچه بخونیم تا بفهمیم چی میگه، یا حداقل بعد مثلا 4-5 تا کتاب که ازش خوندیم، غروب بت‌ها، فراسوی نیکوبد، یا همین حکمت شادان و سپیده دم، یا رمان وقتی نیچه گریست، که یه کلیتی داشته باشیم بعد اینا مثلا بیایم سراغ این. چون مشهوره نرید سراغ اینجور کتابا، چون که شهرت این کتابا یه موقع باعث میشه که فکر کنیم خب میفهمیم دیگه، یه رمانیه معروف، همه دارن میخونن. نه، باید ببینیم کجای اون مسیر خوندن هستیم، چقدر خوندیم، چه چیزایی میدونیم، بعد بریم سراغ یه سری کتابا. واقعا این کتاب سنگینیه، بالاخره یه ذره بعد از فلسفه آدم خونده باشه بعد بیاد سراغ همچین چیزی. نشر آگه، ترجمه خیلی خوبه، داریوش آشوری. یکی از شخصیتایی که در کنار نیچه، کامو، شوپنهاور و اینایی که حالا من خوشم میاد دوست دارم، یونگ و این کتاب سرخش
اینم باز باید بدونید یونگ چی گفته، چجوری فکر میکرده. من ساعتها راجع به یونگ تحقیق کردم، ویدیوهای مختلف ازش دیدم، تا بعد اینجوری من میام سراغ نویسنده، تا بعد میام سراغ کتابش. 1-2 تا کتاب ازش گرفتم و پاسخ به ایوبش رو کامل خوندم. یه کتاب دیگه هست که ناخودآگاه جمعی، اونم نگاهی بهش انداختم ولی خب تو این لیست نیست. کتابی که دیگه الان واقعا دارم میخونم و میذارم توی این ویدیو. کتاب سرخ اون ناخودآگاه یونگه و خودش اعتقاد داشته هر کسی باید یه کتاب سرخ داشته باشه. حالا یه سرگذشت عجیبی داره که این کتاب اصلا تا سالها در دسترس نبوده و بعد سال 2005 انگار تازه به دست مردم میرسه و چاپ میشه. یه کتاب سیاه هم هست که اونم دوست دارم بخرم داشته باشم، اونم تو همین فضاست. باید بدونید و بشناسید یونگ چی گفته تا این کتابو به نوعی متوجه بشید که خیلی شاید معنا هم نداشته باشه متوجه شدنش، چون که اون ناخودآگاه و درونیات اون شخصیته. و از این کتاب من 96 صفحه از مقدمش خوندم، چون مقدمه طولانی داره، و کتاب خود اولش هم تا 137 خوندم. یعنی اون مقدمه رو من باید بیام تا اینجا، تا اینجا اینو بخونم که بعد گفتم کتابش رو یه ذره که مقدمه رو خوندم برم متن اصلی رو بخونم. اینم نشر جامیه، خیلی کتاب مهمی از کارل گوستاو یونگ. حالا یه اشانتیونی که این وسط لای کتابای دیگه هم هست، خیامه که چند وقتیه دارم شعراشو میخونم. اینم چند تا رباعیاتشو خوندم، ولی هر چند وقت یه بار میام و 100 و خورده صفحه نصفشو خوندم و برام جالبه. یکی از دلایلی که اونقدر من شعر رو دوست دارم، هرچند که فردوسی رو خیلی دوست دارم، ولی شعر رو همیشه اینجوری نگاه میکنم که بیام بخونم تا به نوشتنم کمک کنه. اون آهنگی که شعر داره، کلماتی که شاعرها ازش استفاده کردن، به نظرم تأثیر داره و همیشه سعی میکنم یه کتاب اینجوری که حالا یه موقع از نظر عمر، یه موقع از نظر ادبیات مهمه، در کنار خودم داشته باشم بخونم تا قلم بهتری داشته باشم تو نویسندگی. این بود از ویدیو من و کتابایی که دارم میخونم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. شما بگید به من که چه کتابایی میخونید، آیا موازیخوانی میکنید یا نه، و اینکه اگه موازیخوانی میکنید چند تا کتابو با هم میخونید، تجربتون چیه، کدوم یکی از این کتابا رو خوندید. من ممنون که تا اینجا ویدیو واقعا همراه بودید.